بهش تکیه کن. چون اخلاقش اینجوریه، میبره تا مرز ناامیدی. با این خدا زندگی کن. با خدای گهواره موسی رود نیل، با خدای یوسف ته چاه، با خدای ابراهیم تو دل آتش، با همیشه از همین تنگه ها عبور کرده. همیشه اسلام از همین باریکی ها در اوج ناامیدی. روایتش هست که آقا تو اوج ناامیدی فرج هست. مثلا خود فرج حضرت هم همینجوری میاد. آقایون شما خیلی الان اوضاعتون خوبه، چهره هاتون من میبینم گل انداخته ماشاءالله، پس فرج به این سادگی ها نمیاد. هر موقع زدی زمین آسمون رو چنگ زدی، گفتی آقا تموم شد همه چی، دیگه پس کی میای؟ مثل اینکه اصلا دیگه نمیخوای بیای، اون وقت آقا میاد. اصلا داستان با اشک شروع میشه. این سلاح استراتژیک شیعه است، این که ما اشک بریزیم و مضطر بشیم در نبود امام زمانمان. این شرط عهد الهی است. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، یعنی بابا من دعام دیگه نمیگیره، اگه میگرفت بابا این همه گفتیم اللهم عجل ولیک الفرج، یه چیزی این خراب شده این دل دیگه، اون گناه رو ببخش که نمیذاره. منتظر مضطر، باید آدم مضطر بشه. عزیزم بفهمیم که وقتی امام صادق میفرمان بنی اسرائیل از 400 سال غیبت رو نوشته بود براشون، 40 شب ندبه کردن 170 سالشو بخشید. بابا این شوخی نیست به قرآن، کلام امام معصومه. همین داستانه. امام صادق در ادامه میفرمان اگر شیعیان ما هم مضطر شوند خدا میبخشد و الا باید بایستند تا که روزش فرا برسد.